ایده خوبی بود این حواله دادن به فوتبالیستا به نظرتون؟ ببین 2 دوره فوتبالیستا رفته بودن جام جهانی در حوزه ورزش برای کشتی، بسکتبال، کشتی، ورزش‌های انفرادی، تکواندو، اینا مدال مهمه برای ما، المپیک خیلی مهمه. بله. در فوتبال مدال نمیدند، یعنی اینجوری نیست که یه مدالی بدن به ما. همین چون مثلا فوتبال ساحلمون میاد میشه دوم جهان یا اول جهان تو بین قاره‌ای، مداله. بله. یعنی مدال فردی نیست، جمعیه. یا مثلا فوتسالمون الان 4 و 5 دنیاست، این خودش مداله. یا اگر جز 32 تا تیم جام جهانی قرار میگیریم، این از نظر ما یه مداله، چون 270 تا کشور رقابت میکنن، هم هستن. بله. تو فوتبال هیچ کشوری نیست که نباشد. بله. همه هست. بله. و هم هزینه های سنگین میکنن. شما دیگه قطر و عربستان و نمیدونم. بله. و هم هر سرمایه گذاری باشه میکنن، ولی 32 تاشون میرن جام جهانی. ما فوتبالی ها میگیم که دنیا رو اینجوری میشناسیم، میگیم تیمایی که جام جهانی هستن و تیمایی که جام جهانی نیستن، یعنی مثل جهان اول و جهان دوم. این 2 دوره رفته بودن جام جهانی، بهشون قول پاداش ماشین داده بودن. چی داده بود؟ قبلا داده بودن به، حالا دقیقاً 2000 روسیهش که خب من رئیس فدراسیون بودم، این بارم من بودم تو جام جهانی قطر، دوره من بود، رفتیم جام جهانی قطر. حتما زحمت‌های زیادی هم دیگران کشیدن. منتها این که ما رفتیم، من کیروش انتخاب کردیم رفتیم. اون دورم چه کیروش بود که باز سرمربی ما بود. بعد معاون محترم رئیس جمهور قول داده بود که ماشینی میده، این ماشین هم بعد بهشون دادند و مورد در واقع خوب اعتراضی دیگه هم قرار گرفت. اولا چند تا توضیح خوبه برای مردم که یکی اینا پول ماشین رو دادند، 2 حواله ماشین رو به اینا دادن، 3 عوارض گمرکی ازشون گرفتن. بعضیا فکر کنن مفتی دادن، حالا از آقای دوباروش ولی هم باید بپرسیم. بله ولی خب به هر حال من کاری ندارم اصلا به چی، ولی سود سرشاری داره تو این شرایطی که مردم 2000 سی سیش که الان آزاده تا 2000 سی سی. بله. یعنی شما میتونی بری بیای. بله. ولی ماشینی که من دیدم وارد شده بود بالای 2000 سی سی. تا 2000 سی سی آزاد. از 2000 سی سی به بالا مجوز میخواد. بله. که اینا از 2000 سی سی به بالا گرفتن. یعنی تنها امتیازی که برای 2 بار صعود بهشون دادن چی بوده؟ 2000 سی سی، یعنی بیش از 2000 سی سی بهشون مجوز دادن. حالا یه اعتراضی هم تو دیوان عدالت اداری شده که این مثلا باید الان وزارت ورزش داره اینا تعمیمش میده به کشتی، والیبال، به همه، که اونا هم میتونن اگر 2000 سی سی بیارن، اگر مصلحت دید دولت معرفی بکنه. یعنی یه همچین برنامه‌ای هست؟ شاید. خب